سلام دوستان، تاها فرجر هستم. امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. لبتون خندون و شادا. آقا یه فارم ایران انقدر واسه من بدبختی درست کرد. من خر، واقعا میگم من خر بی فکر، اصلا نمیفهمیدم، نفهم بودم. آقا بذار داستان کلی رو بهتون توضیح بدم چرا اصلا ما از نسخه 1.12 رفتیم 1.7. آقا من داخل یه سری سروایول جدا داشتم بازی میکردم که نیاز شدیدی به آیرون داشتم. حالا در همین حین میریم مادا رو واسش دانلود میکنم. نیاز شدیدی به فارم آیرون داشتم. آقا من گفتم بیام یه فارم آیرون خیلی ساده واسه خودم درست کنم، که آقا متوجه شدم که اصلا چیزی به نام آیرون گالم توی این چی نیست، توی 1.12 نیست. همین منو گول زد، نمیدونستم واقعا. گفتم برم، خب پس برم نسخه 1.14 رو دانلود کنم، هم نسخه بالاتریه و رفتم توشم تست کردم که میشد ساخت، و گفتیم که برم همون اونو دانلود کردم. 2-3 تا مود اولیو که دانلود کردم و رفتیم اونجا. 2-3 تا مود اولیو که دانلود کردم هیچ لگی نداشت. گفتم از اونجایی که من سری رو عوض کردم، یعنی یه سری سروایول جدید میخواستم درست کنم، گفتم بیام خفن‌ترش کنم. خفن‌ترش که خواستم بکنم نشد. خواستم به خفنی همین نسخه 1.12 بکنم، بازم نشد. گفتم برم 1.13 هم باز رفتم، بازم نشد. یعنی میشد مود خیلی خفنی نداشت، یعنی مود متوسط به خفن نداشت و مود خیلی خفنی داشت، یعنی خیلی خفن و پرحجمه که من نمیتونستم دانلود کنم. و همین گفتم برم یک هفته باز رفتم. همین 5 دقیقه پیش داشتم پارت سوم آقا ما داشتیم ضبط میکردیم که چی شد، فهمیدم که آقا نه الایترای در داخل این بازی است، نمیشه فارم، کلن اوضاع خیته داخل. دوباره الان برگشتیم به چی اصل. بچه بهتون قول میدم که دیگه اصلا ابدا سری تغییر نمیکنه، هیچ سری دیگه تغییر نمیکنه. و بعد از این ویدیو آپلودش میکنم و میرم برای ضبط ارزم به حضورتون قضیه پارت سوم تیکرافت. ستون آلت F4 هم جواب نداد. یعنی یه مشکل از گوش میره داخل همچین سایت چرت و پرتی. یه تست ببینم. آره مود دانلود شد. و آقا بهتون قول میدم دیگه تغییر نمیکنه، چون واقعا نسخه 1.12 هیچی کم نداره به جز فارم آیرون که اونم باهاش میتونیم کنار بریم. چطوری؟ چون که داخل نسخه های پایین راحت تر پیدا میشه، یعنی راحت تر این آهنا پیدا میشن، یعنی به راحتی میتونی پیدا کنی. بریم نسخه اول. اینجا چند تا مود من از اینجا دانلود کنم و الان دارم مودایی که برای نسخه 1.12 میخوام دارم دانلود میکنم. نه اینجا چیزی نمیخوام برم. حالا خود اصلیش بریم. مود لودر بریم پایین تر. نه وایسا اینو چیش کنم، بیارم روی 1.12. اینم از این.
اینو دانلودش کنیم. اینو دانلود کردم یا نه؟ اینو دانلود کردم. حالا ولش کن، دانلود میکنم. فکر نکنم دانلود کرده باشم. اینم از این. ای بابا. خب آقا بریم دیگه. چه مودایی هست؟ تو نمودایی. خب بریم پایین. نه از اونجا که مود زیادی قرار دانلود کنم. این چیه؟ نه ولش کن بداریم. بریم بعدی. نوی دیگه قول زیر قول هم نمیزنم. از اونجایی که قرار بود توی پارتای دیگه آخرای ویدیو من مادا رو بهتون نشون بدم، دیگه زیر قول هم نمیزنم. اینو یه بار دانلود کردم، پس بازم دانلودش میکنم. این هم از این. نت زیادی قراره مصرف کنم. دوستان شاید این چیز جدیدی واسهتون باشه که من اولین یوتیوبری باشم که بیام بگم حرف از نت بزنم، چون من فعلا دستم تو جیب خودم نیست و پول تو جیبی از ددی میگیرم. اینجوریه. به خاطر همین روی نتم مادر عزیز و ارجمند خیلی حساس است. یعنی که 10 گیگا بین 3 روز تموم میکنم دیگه. از من و ماینکرافت پلیر فقط اون لجنداش میفهمن که چرا 24 ساعت من دارم مود و مات پک نصب میکنم داخل لانچه که آخر یه چیز خفن بتونم پیدا کنم که تا حالا پیدا نکردم. ولی هیچی به خفنی نسخه 1.12 نیست. حالا میام تعریف میکنم چی نباشه. خب نمازین مود خیلی زیادی دانلود کرده بود. خب بریم نسخه بریم سراغ نه ای وای اومده بودیم پایین. این بیایم اینجا بذاریم جستجو. این هم از این برو دوستان عزیز، من آخر ویدیو همه مادا رو بهتون نشون میدم که چه مادایی رو دانلود کردیم. آقا من یه مود خیلی خفن پیدا کردم. از اونجا که خیلی از مودا مثلا نمیارن و بازی رو کرش میندازن، یعنی گوشی من دیوایس من اونقدر قدرت پردازش اون مود نداره. آقا من یه مود خفن دانلود کردم که امیدوارم بیاره، چون واقعا اگه بیاره سری خفنش میکنه و اگر هم اوورد یه چی دیگه هم تست میکنیم. امیدوارم لگم نخورم. یعنی دوستان من شاید بگم خب مود تا خیلی خفنه. خب دیگه به قول تو مود خیلی خفن و میگی لگم نندازه. دوستان من توی پارت اول سری سروایولمون با مود خیلی مود دانلود کردم. نزدیک 20 تا 30 تا 40 تا مود من دانلود کرده بودم. خیلی مود بود و لگم نه لگ مینداخت منو نه هیچی. تازه یه ریسورس که خیلی خفنم دانلود کرده بودم. اینا به کنار. نه دوستان مدل گوشیم بازم بگم، من بین M13 و A12 موندم گوشیم M13 یا A12، چون توی روی چیش که من دیدم M13 همون M13 خودمون M13 نه پروه نه خیلی خوب، من معمولیه. امیدوارم بیاره بالا. و صحنه غم انگیز و دردناک نه خدای اصلا انتظارشو نداشتم. می آورد بالا همین الان چیش میکردم، میرفتیم بازیش میکردیم. مود خیلی خفن بود، خدای مود خفنیه. این هم از اسمش. حالا اونایی که دیوایسشون قویه برن چی کنن.
خب بریم مود و اینم از این. بریم اینجا، اینم از نسخه. خب اینم از نسخه که باشد 1.12.2. خب اینم از این مود خفنه دیگه. نمیدونم به روز رسانی داده اینا. من این مود رو ندیدم. نه خب نه نمیشه واقعا. اینو که میاره یعنی بازی، یعنی خیلی از مودهای دیگر رو باید حذف کنم. خب دوستان چه خبره؟ خودتون بگی. میگه استریمه دارم اینجوری حرف میزنم. ایشالا استریم هم میرین دوستان. این دوباره میزنه یکی از عمل کرده بازی. اینم از این. خب اونم که همونه. فکر نکنم دیگه. خب همینم دانلود کنیم دیگه. بعد مودای دیگر رو من میزنم برای مثلا میرم مودای دیگه هم دانلود میکنم و برو بریم سراغ ضبط پارت 3 تیکرافت. یعنی اوضاع خیلی قشنگ. تا یه دیگه خدا نگهدار. و اینم از الان تمام لیستی از مودها رو اینجا بهتون نشون میدم. آروم آروم میام پایین. اسکرین شات همینجوری من آروم. این دوستان اونایی که تیک خوردن اینم از این. برو بریم. Let's go.